برای که ما کشور خود ترک کردیم، بیرون از افغانستان هستم. با می خاطر خوشم نمیری. پروپاگاند دشمن است. بیخی از دست شما مردم فراموشی بخشم پیدا شده است. ما داخل پنشیر هستم. تو؟ در پایگاه خود هستم. اصلا خراب میشه. انگلیس میگه میمانم بیادم میره. جلسات متعدد با فرماندهان ما داشتیم. با شخصیت های سیاسی وضعیت مدیریت میکنیم. خب شما تو گوز زدین که مملکت رو پاره کردن او باید یاد خودم این دیگه گندگی در این شک نیست که حالت سختی است. ما زیر تهاجم سرزمین خود دفاع کردیم و مقاومت ادامه دارد. دشمن متقبل تلفات شده، ما هم تلفات داشتیم. زن تکن جو بایدن. ما دیروز در خاکسپاری همسنگرهای خود اشتراک داشتم. بسیار درد دارم، بسیار. و امروز هم از 2-3 نقطه دشمن دی افغان گوز نمیزنه، اگر گوز بزنه کفن رو دوپاره میکنه. ادامه داده تهاجم خود، ولی ما